هر چیز مفتی پشتش فریب گنده است. همین اول کار بگم ما تو ایران چیزی به نام هدیه و اشانتیون و خدمات رایگان نداریم. هر کیو هر جا این حرفو زد بدون میخواد سرت کلا بذاره. سلام، من آرشم. اینجا منطقه معامله است. من توی این کانال حرفای واقعی کاربردی بهت میزنم، نه از این دست حرفای چرت و پرت که خیلی‌ها میگن و هیچ اثری نداره. چیزی بهت میگم که واقعا اگه خوب دقت بکنی بهش خیلی به دردت میخوره و واقعا از جنس خودمونه، از جنس مردمه. منو سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، حمایتت خیلی بهم انرژی میده، چون واقعا سر این محتوا من دارم زحمت میکشم. خب بریم سر آموزش امروز. قانون معامله به مثل. ما انسان‌ها یه قانون نانوشته فرهنگی اخلاقی داریم. اینه که وقتی یه کسی حتی اگه غریبه یه لطفی، هدیه، کاری رایگان در حقمون بکنه، ما خودمون رو ناخودآگاه موظف میبینیم تا اون هدیه و کار و لطفش رو جبران بکنیم، حتی اگه از اون طرف بدمون بیاد. خب بذارید یه مثال خیلی ساده بزنم که هممون تا حالا چند بار دیدیم. پشت چراغ قرمز هستن این کسایی که میان شیشه ماشین رو تمیز کنن. تو میگی نمیخوام، پول نقد ندارم، ولی اون باز کارشو میکنه و شیشه رو میشوره، نمیره سراغ ماشین دیگه. به نظر این کارش بدون چشم داشته، ولی در اصل اون داره از قانون معامله به مثل استفاده میکنه. شیشه رو میشوره، ما هم حالمون خراب میشه که ای وای پول به این نمیدیم، پول نداریم بدیم و خلاصه به هم میریزیم. حالا یا همون لحظه پول جور میکنیم بهش میدیم یا میزنیم به حسابش، یه سری بعد قطعا جبران میکنیم. اونا از این قانون کلی درآمدشون رو زیاد کردن و به شدت پول خوبی دارن در میارن از این سیستم. یا مثلا یه مثال شخصی بزنم. خب من تو چند تا بانک حساب دارم، با یکی دو تاشون اصلا کار نمیکنم، مثلا یه 500 تومان توش مونده و اصلا نمیرم سراغش. بانکایی که باشون کار میکنم هیچی، ولی این بانکی که باش کار نمیکنم موقع تولدام بهم یه پیام خیلی قشنگ و تبریک و دلنشین میده. یه بار توی یه جلسه یکی از مدیرای همین بانک بود و با هم صحبت کردیم، این قضیه رو بهش گفتم آره با بانکایی که کار میکنم هیچ عکس العملی نشون نمیدم، ولی بانک شما که هیچ کاری نمیکنم پیام میده. خندید گفت خب دقیقاً ما هم همینطوریم، با اونایی که با همون کار نمیکنن فقط پیام میدیم تا نظرشون رو جلب بکنیم بیان با ما کار بکنن. این هم قانون معامله به مثله. از این دست مثالا هممون زیاد دیدیم. مثلا یه نمونه از قانون معامله به مثل تو انتخاباته. میان هدایا میدن، شام میدن، نهار میدن، حرفای مفت میزنن که رأی بیارن و در نهایت این میشه وضع مملکت. یا مثلا جلسات رسمی تجاری، دعوت به صبحونه و نهار کاری، یا این گیفت هایی که میدن سررسید و خودکاری که خیلی هم ارزونه ولی حسابی پوست میکنه. همه اینا داره از قانون معامله به مثل استفاده میکنه. حالا سوال اینه تو چرا از این قانون استفاده نکنی؟ اگر تاجری و کار اقتصادی میکنی یه بار امتحان کن طرف مقابل تو با اینکه حتی ازش بدت میاد دعوتش کن یه رستوران یا یه کافه، ببین چقدر اثر میذاره تو روند کاری. یا مثلا مغازه‌داری، کاسبی، هر کی میاد تو مغازت یه شکلاتی، یه آب معدنی، چیزی، یه نسکافه بهش بده. این باعث میشه دخل مغازت مطمئناً چندین برابر بشه. بذار یه مثال واقعی بزنم. تو محل پدر مادر خانومم چند تا سوپرمارکت خیلی قویه. یکی از آشناهاشون میاد یه سوپرمارکت کوچولو میزنه اون وسط و شروع میکنه به کار کردن. خب همه بهش میگن تو کارت نمیگیری و له میشی بین اینا. ولی خب من یه بار رفتم پیشش، بهش گفتم ببین هر کی اومد مغازت اگه بچه داشت یه شکلات به اون بچه بده. یا مثلا اگه خریدی کرد که نیاز به کشیدن بود، مثلا وزنشو بکشی بدی، بعد این که حساب کرد یه مشت یه ذره از همون بریز تو پلاستیکش بگو واسه خاطر اینکه حلال باشه، یا حتی اصلا به خودش یه دونه شکلات بده. اینا هیچ هزینه آنچنانی نداره ولی باعث میشه اون آدم پاگیر مغازه تو بشه. و خب این کار رو انجام داد، فروشش به شدت زیاد شد و الان واقعا داره خوب در میاره تو اون منطقه. البته چیزای دیگه‌ای هم بود، نکات دیگه‌ای هم بهش گفتم تو ویدیو بعدی بهتون میگم. خب پس تو این ویدیو هم باید یاد بگیری چطوری تو تله قانون معامله به مثل نیفتی و چطور تله قانون معامله به مثل رو پهن کنی. خوشحال میشم اگه تو هم مثالی داری از این قانون معامله به مثل توی کامنت ها به هم بگی و یه مقدار گپمون رو بیشتر بکنیم.
اگه از این ویدیو خوشت اومد منو سابسکرایب کن و این زنگوله رو بزن. این کار از من حمایت میکنه و به من انگیزه میده. ویدیوی بعدی از دست نده. تا اون موقع هوشمند و تیز باش.